سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. ما در ویدیو قبلی در مورد شبکه‌های P2P صحبت کردیم و رسمش کردیم در برنامه سیسکو که در اینجا با اضافه کردن سرور به سویچمون IP دادن رو راحت میکنیم، یعنی در واقع از DHCP استفاده میکنیم. به عنوان مثلا تو همین کامپیوتر قسمت IP ما تو استاتیک به صورت دستی یه IP بهش میدادیم، ولی خب اینجا میخوایم از DHCP استفاده کنیم. وقتی سرور بذاریم DHCP به صورت موفقیت آمیز میاد بهمون IP رو در واقع میده، ولی خب یه سری تنظیمات باید انجام بدیم تو خود سرور که از این قسمت میتونیم سرور رو اد بکنیم با همون کابل اتوماتیک یا با کابل معمولی استریت میتونیم متصل کنیم به سویچ. حالا تنظیمات سویچمون به این شکل هستش که مثل کامپیوترها خیلی به صورت دستی تو قسمت استاتیکش ما IP رو انتساب میدیم بهش و تو گتویش هم مختص با روتری که در واقع دادیم بهش گتوی میدیم. تو قسمت سرویس DHCP آفه، ما اینجا آنش میکنیم و تو دیفالت گتوی دقیقا میدیم، گتوی مختص به خودش رو سیو میکنیم، تغییرات اعمال میشه و برای مثلا الان اینجا IP که استاتیک باشه مثلا دستی باشه یه بار تست بکنیم DHCP بزنیم میبینیم که خودش اصلا به صورت اتومات به همون IP رو و گتویش رو حتی میده. برای بقیه سرورها هم اعمال میکنیم که کلا اضافه کردیم تو دسکتاپ. اینجا حالا ما بهش مثلا 4 دادیم، میتونیم اصلا کلا اگه اول سرور رو بزنیم 1 بدیم که از ما 1 رو پیغامش رو میده که قبلا استفاده شده تو شبکه. ما خب همون 4 رو میدیم دیگه، حالا ترتیبی رعایت کردیم، آخرین بار ما سرور رو اضافه کردیم دیگه شد 4. یکش که برای روتر بود گتوی انتساب دادیم، اون 2 بود، اینم 3 بود دیگه، این 4. و تو سرویس و DHCP هم دیفالت گتویش رو تعیین میکنیم، آنش میکنیم، سیو و تمام. برای هر کدوم از سرورها این کار رو انجام بدیم به صورت اتومات. اگر به کامپیوترها یا لپتاپ اگر داده باشین دسترسی پیدا کنید دیگه با زدن DHCP به صورت اتومات IP رو میده. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصم.